اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبلغ حکومت روسیه درباره اینکه روسیه میتواند با زور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش‌های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه‌های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش‌ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند. بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبلغ شناخته کرملین در یریون واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگئی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد بی‌اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند. شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمیآید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمیآید؟ در ازبکستان هم مقامات از این گفته‌های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبلغ کرملین جدی گرفته نشود. بیانیه سلاویوف با سیاستمداران قرقیزستان هم خوش نیامده است. من نمیخواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیزی درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه می‌دهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرقیزستان کشوری مستقل است. این زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد. خرامان، آیا در سطح رهبران حکومت‌های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟ تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه می کند. داسیم ساتپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمان‌های ژئوپلیتیکی روسیه در منطقه‌های مختلف جهان به مثل سوریه و ونزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو می باشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد. خرامان بقازاده بود با واکنش‌ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان به سخن‌های یک مبلغ کرمل درباره دعوت به عملیات حربی در این کشورها. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.